سر و صدا درباره بدوش مهاجران اخراج شده واگذار کردن خرج دادگاه و راهگیری به کشور خود از دیر باز ادامه داشت، اما برای نخستین بار است این طلب را در شکل طرح قانون پیشنهاد میکنند. وزارت کارهای داخلی روسیه اصلاحات احتمالی را که این لایحه قانون در پی خواهد داشت در وبسایت خود جا داده است. در آن از جمله آمده است شهروند خارجی اخراج شده عهدهدار است خرج بودجه فدرالی را که در زمینه اجرای قرار اخراج او به عمل آمده است پرداخت کند. فعلا پیشنویس طرح برای بررسی به دومای دولتی پیشنهاد نشده است، اما با این هم طرح مذکور باعث انتقاد کارشناسان شد. رهبر فدراسیون مهاجران روسیه که پیوسته از مرکزهای نگهداری موقتی مهاجران دیدن می‌کند به اجرای تشبث نو اعتماد ندارد. حتی اگر مهاجران را عهدهدار نمایند که خودی آنها خراجات را پرداخت کنند، مهلت نگهداری آنها را نمیتوان به طور نظررس کم کرد، زیرا در بیشتر حالت آنها به خاطر آنکه خدمات کنسولی سری وقت اسناد را آماده نمی کند در مرکزها میمانند. آدمانی که به این مرکز میافتند پول ندارند و اگر آنها را باز مجبور کنند بعد سپردن مبلغ روسیه را ترک نمایند، آن وقت فاجعه خواهد شد، چون که در یک آن واحد مرکزهای نگهداری از مهاجران پر می شود. از طرف دیگر شیوه عملی کردن طلبات مذکور در ذهن حقوق شناسان سوالهای زیادی را خلق کرده است. عبدالمجید سرخکوف بر این نظر است که حتی اگر خراجات اخراج از خود مهاجران ستانیده شود، در گمان است که این مهاجران کم بزاد توانی دادن پول را داشته باشند. برای سرپیچی از این طلبات و در صورت خواهش برگشتن به روسیه به این مهاجر کافی است که یک حرفش را در شناسنامه دیگر کند. از نگاه سرخکوف باید خرج اخراج به دوش کاردهنده مهاجر واگذار شود. من جانبدار آن هستم که خرج اخراج نه از جیب مهاجران بلکه از حساب کاردهندگان ستانیده شود. بعضی از آنها به خاطر آنکه امکان پرداختن جریمه را ندارند در مرکزهای نگهداری زیاد میمانند. ما تلاش کردیم معلوم کنیم که تا چه اندازه این لایحه قانون میتواند به این زودی ها قبول شود. در دومای دولتی گفتند تشبث وزارت کارهای داخلی باید از چند تشخیص بگذرد و با کمیته و وزارت‌های گوناگون هماهنگ شود. تنها بعد از این لایحه مذکور روی میز وکیلان قرار میگیرد. بله، این اقدام کهنه وزارت کارهای داخلی است. آن باید قبل از همه از بررسی کسبی بگذرد و با سازشنامه‌های دو جانبه عمل کننده بین کشورهای شریک ما مغایرت نکند. هرچند دورنمای نامعین طرح پیشنهادی وزارت کارهای داخلی مهاجران را خوشنود میکند، اما احتمال قبول لایحه از جانب وکیلان روس را نمیتوان صرف نظر کرد.